حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهداشت سلامتی عامه پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده در شهر و ناحیه‌های دوردستی ولایت ختلان بهر سالمی اهالی شرایط امکانیت‌های لازمه را فراهم آورده ایستاده است. در این روند در شهر کلوب در دایره 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیمارخانه ولایتی بسیار سوحوی به نام عبدالمجید حق‌نظر قسم 2 ساخته مورد استفاده قرار داده شد که همه روزه طبیبان برای پیشگیری و معالجه بیماری‌های موسمی میان کودکان و کلانسالان تدبیر اندیشی نموده کوشش می‌نمایند که توسط دانش و ملکه طبی خویش سری وقت بیماران را تبابت نموده در این برابر به آنها توصیه‌های مفید و سری وقتی دهند. گفتم به مورد است که بیمارخانه مذکور از 32 شعبه عبارت بوده با تجهیزات‌های معاصر مجهز گردانیده شده متخصصان خوب و ورزیده در آن فعالیت می‌نمایند. در 35 سال استقلالیت در بیمارخانه یک قطار پیشروی‌ها و این چنین دیگرگونی‌های چشمرس به نظر می‌رسد. علل خصوص تجهیزات‌های گران ارزشی که بیماران تا سالهای قبلی به شهر دوشنبه مراجعت می‌کردند و جراحی می‌کردند امروز در بیمارخانه وسیع استفاده می‌شوند. ما برای دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما طبیبان کوشش به خرج می‌دهیم که خدمت‌رسانی طبی را در شهر و ناحیه منطقه کلوب هرچی خوبتر و با صفت‌تر نماییم. شعبه بیماری‌های زنانه، کودکانه، جراحی، احیاگری، تولدی، تحلیلگاه، اولتراسادا و شعبه یاری تجیلی و به قیدگیری فعالیت می‌نمایند که در شعبه‌های ذکر گردیده تجهیزات‌های زمانوی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مجهز گردانیده شده به بیماران خدمت سری وقتی رسانیده می‌شود. طبق نشانداد آماری روزهای اخیر با گرم آمدن باد و هوا بیماری‌های دل و فشار بلندی زیاد به نظر رسیده طبیبان مؤسسه دولتی مرکز کلینیکی بیماری‌های دل شهر کلوب نیز بهر رفع بیماری‌ها و سری وقت تبابت نمودن بیماران کوشش و غیرت خویش را روانه نموده سطح و صفت خدمت رسانی طبی را جریان خوب بخشیدند. مؤسسه دولتی مرکز کلینیکی بیماری‌های دل شهر کلوب نیز دستاورد زمان صاحب استقلالی کشور بوده در دایره 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک پیشوای ملت به استفاده عموم قرار داده شده است که امروز در این مرکز تمام تجهیزات و لوازمات طبی دسترس کرده شده است. مرکز ولایتی کلینیکی بیماری دل شهر کلوب بنای نوش مدت 5 سال شد که به استفاده داده شده است و از زمانی که به بنای نو گذاشتیم تجهیزات‌های نوی زمانوی برای خدمت رساندن بیماران از قبیل مانیتورها، کاردیو مانیتورها، دیفیبریلاتورها، تردمیل تست، هولتر EKG، هولتر AD این دستگاه با ما خدمت می‌رسند. این چنین دستگاه اخوکاردیوگرافی 2 عدد دستگاه اخوکاردیوگرافی داریم که ما هم از تشخیص‌های زمانوی کاردیولوژی را می‌گذرانیم. از روی اطلاع مسئولان ساحه برمی‌آید که در روزهای نزدیک در این مرکز کلینیکی جراحی ایشمیوی دل و وصل نیچه‌های دل به راه مانده می‌شود. تا این مدت چنین عملیات‌های جراحی را در شهر دوشنبه انجام می‌دادند. در عشونه دوم حجره برای گذراندن عملیات انگیوگرافی شدن آماده است و روزهای نزدیک در ماه‌های نزدیک در نظر داشته شده است که از جانب وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان باید این دستگاه رو وارد نصب کنند و عملیات‌های کورونوگرافی و استندیروانی منبت باید در شهر کلوب گذرانده شود. بیمارخانه روحی و نرکولوژی منطقه کلوب نیز از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 19 اکتبر سال 2023 افتتاح گردیده است که امروز به اهالی شهر و منطقه کلوب و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان خدمت رسانی با صفت طبی می‌نماید. امروز با تمام میل گفته می‌توانم که با دستگیری‌های جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از دستاوردهای بهترینی که در مدت 35 سال با بیمارخانه نوی که در منطقه کلوب شده شد این بیمارخانه بیماری‌های نرکولوژی هست که زیاده از 20 کت عبارت بوده در خدمت مزاجان امروز قرار دارد و در این بیمارخانه از تمام تجهیزات‌های زمانوی که در تمام جهان استفاده می‌برند امروز در بیمارخانه منطقه کلوب نرکولوژی وجود دارند. باید گفت که بیمارخانه مذکور نیز ثمره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته تجهیزات‌های نو زمانوی در اتاق‌های کاری نصب کرده شده کارمندان ساحه بیماران را تشخیص و معاینه نموده به طبابت فرا می‌گیرند و در مدت طبابت ما با طرز رقم 1 رقم 2 رقم 3
ва рақами 4 иборот додам мо дар таҳти ҳамин 4 рақам кору фаъолият мекунем ки дар охирон рақами мондагимо ин тарзи ҳаёти солим ки дар хили ҳамин беморхона ҳуҷраҳо ташкил карда шудаанд ва мо машваратҳоро ба оила ва хиди бемор ва хешу табораш мегузаронем ва ба роҳи ҳаёти солим гусел менамоем. ҷиҳати муҳайё сохтани шароитҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб сохтумони якчанд беморхона ва марказҳои саломатию бонгоҳҳои тиббӣ низ ба нақша гирифта шуданд ки ин раванд дар солимии ҷомеа мусоидати созгор менамояд. хайри Нисо Муродзода, Муҳаммади Мирзо, махсус барои барномаи 7 рӯзи хатлон.